توی دنیا که باشین جور صحتمند و سر حال باشین و لباس سفید برتن داشته باشین. دیگه سال نوتون مبارک باشه کسایی که در افغانستان و ایران اینجا طرف هستن. امیدوارم که سال برتان بهترین سال زندگیتان باشه و چیزای خوب برتان رقم بخوره انشالله. آمین. دیگه مصرفیت ها زیاد بود دیگه. امروز گرچه روز سومی عید است فکر کنم یا چهارم است نمیفهمم و ما بعد از چند روز که بیکار بودم امروز دیگه یک شنبه است در خانه هستم. گفتم بیا که یک غذای خانه درست کنیم. البته هرچی که در خانه دارم را درست میکنم، یعنی قبل که آمادگی نگرفتیم که آمادگی گرفته باشم دیگه. و ما متوجه شدم که پیاز زیاد در خانه ندارم. یک چند تا گک داشته بودیم با نشون میدم. و ما امروز برای اولین بار امروز شوق کردم که آشپزی خود جایش تغییر بدم. البته قبلا دیت آشپزی میکردم، حالا اینجا یک میزک گذاشتیم و ما یه نو خریدم. این منقلک هایی که هر جایی که بری امرای خود میتونه ببری در سفر در هر جای، چون در داخلش اینجا از این کپسولک ها داره، از اینا داره و این کپسول هایش هم دانایی فروخته میشه و هم چارتایی دیگه. ایقا خوشم میایه که من میگم اصلا هیچ در اینجا دیگه آشپزی نکنم، فقط سرازی آشپزی کنم، ولی فکر کنم مصرف از بیشتر میباشه نمیفهمم به خاطر او کپسول هاش که کپسول هاش زیاد قیمت نیست، تا 1 یوروست. خب بازم دیگه بیاین ببینیم که چی میتونیم. البته ما اولین بار است که اینجا آشپزی میکنم، امیدوارم که کدام گل آب نکنم. حالا ما پیازها را پوست میکنیم دیگه. میبینید دوستا ما اینا ایتو چی کشیده ریشه میگن چی میگن. ما اصلا دیروز وقت نکردم خرید برم، دیروز گرچه شنبه بود ولی وقت نکردم. من اینجا اکثریت شنبه ها کار میکنم که ما خرید میرفتم و خوشبختانه خوب است که لااقل پیاز داشته بود. من فکر کردم مثلا پیاز ندارم اما پیاز داشتم دیگه. غذای افغانی هم که بدون پیاز نمیشه، هیچ مزه نداره دیگه. به خاطر همین هم خوب است ازش کده. قدر هم از پیاز پوست کردم بعد میایی دوستا که نگوین باز بخصوص وقتی که آرایش بکنی و پیاز پوست کنی وقت بسیار دیگه جزای تمیت جالب میشه. هیچ خوش ندارم من پیاز پوست کردن هیچ. خب دوستا این قدر پیاز شده پوست کردم و یک چیز دیگه بگویم که دوستا ایسته که ببخشید ما تخته که بر داخلش سرش پیاز پوست خورد میکنم و یا متاسفانه ما تخته ندارم. از خاطر که تخته داشتم اما به سر از این منقل که گذاشته بودم و منقلم روشن بوده متوجه نبودم تخته سوختم دیگه. تا حال نخریدیم. حال ما مثل افغانستانی با دستم تکا میکنم. باید متوجه بشم چون چاقو زیاد تیزه، دست آدم زیاد میبرد خاطر خوش ندارم با دست تکن، ولی خیر است. باید روزایی که چاقو وجود نداشت چی میگن تخته ببخشید پیاز خیلی تون بود. خب الان دیگه ما خرا میمونیم دیگه. ما دیگه بخار ندارم وگرنه گوشت دیگه بخار میاد دیگه. خوبی گازیست که زود داغ میشه. برق باید دوام میکنه و برق باید صبر کنه و من صبر ندارم.
گرچه شام هم شده خواه چون دیگه بخار ندارم باید دیگ گوشت کسته دوام میکن تا پخته شود ولی اشکال ندارم وقت دارم دیگه یک شنبه است ساعت الان 4 بجه است دیگه امیدوار هستم که تا یک ساعت یک و نیم ساعت پخته شود گوشت و مخاطب ای گازه گرفتم چون آتشش تیز است و زود پخته میکنم ببینید دیگه چی پخته میکنم خودم هم نمیفهم خب دوست عزیز گوشه سرخ کردم ماندم دیگه ببینیم که بعد از یک ساعت پخته میشه یک و نیم ساعت 2 ساعت نیفهم چقدر در بد میگیره ولی امیدوار هستم که تا ساعت 6 دیگه بخیر پخته شود که کم از کم آدم ساعت 6:30 نماز بخوره میگم نان بخوره دیگه زبان گوشیست ببخشید نان بخوره بخاطر که هرچه یک ذره وقتر نان بخوری بهتر هضم میشه و خواب خوبتر داشته میباشی دیگه ما در افغانستان که بودیم این ساعت 10 شب 9 شب برابر میشد در وقت کلگی جمع میشد سر سفره نان میخوردیم باز بعد از او یک 10 دقیقه بعدش کلگی میرفت خواب میکرد ولی اینجا اون رقم نیست اینجا باید غذا وقتر بخوری هرچند که فعالیت اینجا زیاد است نورمال کلگی کار میره کلگی صبح تا شب فعالیت داره اما بازم نان خود وقتر میخورم خوب است سیستمشان خوب است سیستم های ما کرده گفته مادر جانم که میگه ما چی با آدم میمانه که سیستم نخورده با آدم دوست عزیز آله تصمیم گرفتم که شوربا پخته کنم چون یک دانه نان افغانیم داشتم گفتم از چی بهتر که شوربا بخوریم گفتم زیاد وقت شوربا نخوردیم دیگه آله چند تا کچالو پوست میکنم با چند تا زردک در یخچال داشتم گشنیز و چیزا ندارم متاسفانه این روز هیچ وقت نکردم برم خرید یک ذره خرید کنم دیگه صبحان بخیر کار میرم بسته رو سر کار هستم یعنی می چیزا در خانه بودک کچالو اینا رو پوست بکنم دیگه شروع خوب مزدار وطنی جور میکنم جایتان خالی دوستا وقت خورد بودم قدر شروع زیاد دوست نداشتم باز امی که سنم بالا رفت از وطن دور شدم اینا کل چیز وطن هر چیزی که نفرت داشتم از قبل آل برم همه چیز شیرین شده واقعا
یک کم آب دیگه هم لازم داره، باز من لازم براش. و بعد همینطور میماریم که دیگه کچاله های چیزا پخته شوند. خب دوستای جا یک دانه کاسگک چوچولو پوچولو دارم یا نان افغانی ما. ماشاءالله ما عاشق نان افغانستان. قبلا که کار نمیکردم خودم پخته میکردم، اما الان نه. بسم الله. جور از دلتان دوستان. نمکش ولی کم است. نمکش کم نمیدن. خوبه بر کسایی که کم نمک میخورن دوست دارن. و این زکاسی خود ریزه میکنیم. دیگه تو چون کاملا دیگه نمیرسه چیز دی کاسا پخش هسته مدرسه ثبت هم دید و اینا ریزه میکنیم و زیاد دوست دارم نان ریزه کنم. خیلی دوست دارم که بدون نان بخورم. مادر جان شخصا همیشه بدون نان شوربا میخورد، اما ما طرف مادر جان گفتیم باید نان بندازم وگرنه شوربا نیست بر من. خب بکنم بس است دیگه و یک کوچولوی دیگه فکر کنم الان بسه. الان دیگه منتظر شروع وقتیم که خب دوستای عزیز دیگه اینجا شو شده دیگه. ببخشید اگه ویدیوی مکم چیزم میاد دیگه. این تیار شد شوربای من دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. داغم هست دیگه، موضوع باید باشم. او مای گاد نگم براتون. خب بسم الله. واو او مای گاد دوستان قدر مزه‌دار شده که نگویم براتون دیگه. خب دوستان عزیزی بود که از ویدیو امروزم دیگه. خدا کنه که خوشتون بیاید. لایک سابسکرایب کنین، شیرم بکنین دیگه. خوشحال میشم. دوستتان دارم. تا ویدیوی بعدی. خداحافظ. بای بای.